بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خیلی 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 خوب باشه و امروز اینجا هم که اگر خدا نکرده سرک گرفتین کمک باشه براتون حرکتی که میخوام بگم و با این حرکت سردرتون رو بهبود ببخشین یا حتی از بین ببرینش. دوتا انگشت دست راست رو بیارین بالا، دوتا انگشت اشاره و وسط رو جمع کنین، دوتا انگشت های دیگر رو بالا نگه دارین و شست رو حالا بیارین روی سوراخ بینی راست، شست رو بدارین رو بینی راست، از بینی چپ دم. حالا این دوتا انگشت بره رو بینی چپ، از بینی راست بازدم، از بینی راست دم، از بینی چپ بازدم. الان این شد یک دور. حالا این یک دور رو تا 10 دور یا 20 دور ادامه بدین و حالتون رو بهتر از همیشه بکنید.